تاجیکستان. وطن مکانی مقدس است. وطن مکانی است که در آن نفسی آزاد میکشی و دلت آرام میگیرد. از وطن بوی مادر به مشام میرسد. وطن بوی یار است، بوی کودک نوزاد است، بوی زمینی است پس از باریدن باران. وطن بوی نانی نو از تنور کنده شده در شام رمضان است. بوی وطن بوی پیاله چای است که هنگام راحت می نوشی. وطن مکانی در مزار شهیدان گل کاریدن کودکان است. وطن بوی جوانانی که برای نفس آزاد کشیدن هموطن خود، همسال و همبال خود جانش را فدا می کند. وطن برای جوانمردان بوی جنت و برای خائنان بوی دوزخ می کند. از کشور ما نکهت اولیا و انبیا به مشام می